کجا امیر حسین؟ هیچی داشت، با بچه پیاده دارم میرم بیرون. پیاده چرا؟ بیا این سویچ ماشین رو بگیر، فقط منو ببین تو نری ها. همت گرم، مرسی که دارم. سلام مادر گلم، چه خبرها؟ سلام به روی ماهت. اینم خریدای خونه قربونت برم. الهی مادر خدا سایتو از سرم کم نکنه. آخه من چند دفعه به تو بگم اینقدر خرید نکن، یه کمی پس انداز بکن برای خودت. پس انداز من تویی، من پولمو دارم جای خوبی خرج میکنم قربونت. الهی دست به خاک میزنی برام. سارا شرمنده واقعا، من به 10 بار توضیح دادم نمیتونم بیام. چی شد آبجی؟ میگیرم. هیچی، تولد دوستمه، پول ندارم برم. شماره کارت تو بگو. نمیخواد داداش، ولش کن. خودم دارمش. بسه؟ داداش مرسی. مگه من میذارم آبجیم جلو دوستاش پرچمش بیاد پایین؟ برو یه لباس خوشگل بگیر، یه کادو هم واسش بگیر. داداش شبیه به مولا. چی شد؟ جور نشد. چند روز فرصت داری؟ 2-3 روز. الو امیر حسین، داداش نمیخواد ماشینو بیاری خونه. همون سر راه بذارش نمایشگاه آقا جواد، خودم میرم اونجا. داداش چرا ماشین آخه نمیخواد؟ خودم یه کارش میکنم. گور پدر ماشینی که بهترشو میخرم. فعلا بدهی تو مهمتره. این همه میجنگم واسه کی؟ واسه خانواده‌ام، واسه شماها. نمیذارم آب تو دلتون تکون بخوره. تک تکتون میتونید رو من حساب بکنید. خانواده یعنی همین، پشت هم باشید.